با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به خاطر استقبال از جشن پرشکوه مهرگان خطسیر رایگان سیر مهرگان تشکیل کرده شده است که توسط اتوبوس های دو قبطه که حالا در میدان دوستی نزد پیکره شاه اسماعیل سامانی جمع آمدند و مهمانان و ساکنان پایتخت توسط همین اتوبوس های دو قبطه از کوچه و خیابان های شهر دوشنبه بازدید به عمل آورده راه به سوی بزمگاه یعنی به باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی که در آنجا جشن مهرگان با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد رهسپار می‌گردند. با مقصد استقبال سزاوار از جشن بزرگ اجدادی جشن مهرگان و روز کشاورزان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه جهت رشد ساحه سیاحی معرفی برند ملی و ترغیب ارزش‌های فرهنگی خطسیر سیاحی رایگان سیر مهرگان را برای ساکنان و مهمانان دوشنبه شهر راه‌اندازی نمود. خطسیر سیاحی سیر مهرگان صبح 19 اکتبر سال جاری با جلب نمایندگان کورپوس دیپلماتی، دانشجویان خارجی مؤسسه‌های تحصیلات عالی حدود شهر دوشنبه، مهمانان پایتخت، سیاحان خارجی و شرکت‌های سیاحی برگزار گردید. مهمانان و اشتراکداران این خطسیر سیاحی از نزد میدان دوستی با اتوبوس‌های دو قبطه توسط گلگشت و خیابان‌های گلریز دوشنبه به باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روانه گردیدند. رهسپار شدیم به جانب باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی و در اینجا مهمانان از کشورهای دور و نزدیک و ساکنان پایتخت همچنین دانشجویان نشستند. در جریان این خطسیر راهبلدان به اشتراکداران دایر به امکانیت‌های سیاحی شهر دوشنبه و ماهیت جشن مهرگان معلومات پیشنهاد. خیلی خوشحالم که اومدم در خدمت شما هستم و لذت بردم از تاجیکستان، از مردم خوبش، خونگرمش و فرهنگ مشترکی که با هم داشتیم. خیلی خوب بود، برام تداعی شد ایران قدیم. شنیدم که اینجا جشن مهرگان برای برداشت محصول جشن میگیرن، اومدیم ببینیم که چگونه است این جشن. مهمانان را در باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی که این مکان دلارا را به بزمگاه حقیقی جشن مهرگان و روز کشاورزان تبدیل داده بود با شهامت خاصه استقبال گرفتند. مهمانان با تاریخ و عنعنه‌های تجلیل جشن مهرگان، رمزهای فرهنگی و مردمی آن، دستاوردهای کشاورزان، هنرهای دستی ملی، موسیقی و رقص و سرودهای سنتی اینچنین با فرهنگ مهمانداری تاجیکان بازدید به عمل آورده از نمونه مال و محصولات دسترنج دهقانان از شهر و ناحیه‌های کشور شناس شدند. مورد به ذکر است که در این باغ فرهنگ و فراغتی با تشبث وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان جهت اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینوار سال 2025 در یکجایگی با وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها شهر دوشنبه شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری جشن مهرگان و روز کشاورزان با برگزاری فستیوال زنبور پروران، نمایش و فروش عسل، عید تربوز و خربوزه و کدو، عید سیب و انگور، فستیوال آش پلو، اینچنین نمایش و فروش شوالی و برنج با اشتراک دهقانان و کشاورزان و نمایندگان مسئول ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوخت و ختلان، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و 4 ناحیه شهر دوشنبه برگزار گردید که آنها با محصولات زراعت دانگی، پالزی، میوه و سبزیجات این باغ دلارا را به مکان فراوانی حاصل زحمت کشاورزان و فیض و نصرت از طبیعت آفتابی تاجیکستان تبدیل دادند. امروز در جشن مهرگان در پایتخت دوشنبه باغ فردوسی محصولات جمع کرده خود را 4 نمود عسل‌های اصلی گل سیاه‌دانه، اصلی اوروک، اصلی کوکوتی پیشکش کرده ایم که از گیاه‌های کوهی جمع آوردیم. آینده غیرت میکنیم که باز بسیارتر مردم دوشنبه و عسل‌های با صفت پیشکش نماییم. جشن مهرگان با ما همه خیلی امکانات‌ها می‌دهد که حاصل جمع آورده خود را در این جشن مهرگان پیشکش کرده، سودا کرده زندگی خود را به پیش میبریم. ما خرسندیم از جناب عالی که نسبت زنبور پرور بسیار غمخوری‌ها کرده ایستادند. زندگی ما ناز رفته ایستاده است. فضای جشنی با موسیقی و سرودهای ملی و نمایش هنرهای مردمی، دسترخوان ادانه نمایش طعم‌های ملی و دستاوردهای عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی رنگ و جلو گرفت و محیط ادانه مهرگان و روز کشاورزان را باز هم شکوه و جلوه نو ضم نمود. هنوز از دوران کهن
گذشتگان ما روز و ماه‌های را خاص دانسته آن را همچون عید تجلیل می نمودند و در قطار این جشن‌ها روزی ماه مهر همچون روزی مهرگان تجلیل کرده می شد. عید مهرگان هم در قطار آن عیدهای چارگانه ویژگی‌های به خود را داراست. عید مهرگان اصلا این عید شکرگزاری از طبیعت و نعمت‌های آن است و باعث خرسندی است که در دوران صاحب استقلالی این عید با ابتکاراتی به واسطه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان باز احیای دوباره برپا کرد و در قطار عید نوروز که همچون اعتدال بهاری حسابیده می شود، جشن مهرگان این اعتدال تیرماهی نام دارد و در ماه میزان تجلیل می شود و عید مهرگان پیش از همه این در قطار دیگر عیدها عید به همایی، عید مهر و محبت و داد و عدالت است. هدف از برگزاری چورابینی مذکور ترغیب رشد محصولات کشاورزی، معرفی دسترنج دهقان، احیای عنعنه‌های پرورش نوهای گوناگون میوه و سبزوات و از تجربه دهقانان بهره بردن ارزیابی کرده شد. جشن مهرگان این جشن حاصل است. خصوصا در تیرماه جشن گرفته می شود. البته امسال معلوم است که من ساحه پختکاری به البته یک نتیجه خوب به دست آمد. من حاضر قریب جمهوری 79% نقشه را اجرا کرد. از همه در صف پیش ولایت ختلان است، قریب 90% اجرا شد. من امسال ما در تمام خواجگی بودیم، البته روزهای صحرا گذراندیم. البته حس کردیم که دهقان مهنت زیاد کرد. این همه از مهنت پرثمر و یعنی گرمی زیاد که شد پخته، نه بلکه یک پخته دیگر زراعت هم حاصل خوب میدهد. خصوصا پخته مکه زراعت‌های پولیزی البته یک حاصل خوب شد. دهقان علاقه امروز در این جشن علاقه معرفی میکند. مثال من انستی ما نوهای پیشنهاد کردیم، نوهای پخته، نوهای گندم، نوهای زراعت‌های غله‌دانگی. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را به مناسبت جشن باستانی مهرگان که چون ارزش بزرگی معنوی از گذشتگان پر افتخار و نیکنام تاجیک میراث مانده است به تمام ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه رسانید. ذکر شد که مهرگان از مهمترین جشن‌های قدیمی و فرهنگی ملت ماست که ریشه از تاریخ چندین هزار ساله دارد. گذشتگان خردسالار تاجیک طبق تقویم باستانی و در اساس علم نجوم سنه 15 مهر و ماه را روز مهر نامیدند و جشن مهرگان را در همین روز تجلیل می‌کردند. طی سالیان زیاد این جشن در تمدن تاجیکان ریشه‌های عمیق گرفته تا به امروز آمده رسید و در سالهای استقلال دولتی با تلاش‌های فرزند ملت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان باز به این جشن اجدادی احیای دوباره بخشیده شد و تجلیل آن در سراسر کشور پرشکوه‌تر گردید. در ادامه چورابینی فعالان و کشاورزان شهر و ناحیه‌های کشور با مقصد در رشد ساحه کشاورزی سهم گذاشتند و تامین بازارهای کشور با محصولات کشاورزی وطنی با دیپلم و جایزه‌ها قدردانی گردیدند. مورد به ذکر است که مهرگان همچون جشن برکت و فراوانی، مهر و مهربانی در قلب‌های مردم آریاتبار مسکن گرفته، آیینی منسوب به جمع‌آوری حاصل و جنبست ثمره زحمت مرد دهقان است. از این رو قدردانی مهنت دهقانان بسا رمزی است. در فرجام چورابینی برنامه رنگین فرهنگی فراگیر سرود و آهنگ‌های وطن دوستی و افتخار از دولت و ملت از جانب اهل هنر و صنعت کشور پیشنهاد ساکنان و مهمانان دوشنبه شهر گردانیده شد. جشن مهرگان که خود نه تنها فیض و برکت و محصول کشاورزی دهقانان است بلکه در خود یک سنت‌های نیکی اجدادان ما را تجسم نمود و همچنین یک جشن است که جشن دوستی، رفاقت و همدلی بین تمام ساکنان گردید، زیرا در اینجا تمام کشاورزان از منطقه‌های کشور به هم جمع آمدند و از نتیجه محصولات کشاورزی یکدیگر باخبر گردیدند و با هم یک رشته دوستی و رفاقت بین هم پیدا نمودند. سرویناز نور، علی مراد خالمراد برای برنامه اطلاعاتی وقت.